محض توسط کتاب و کتابخوانی میتوان به کمال انسانیت رسید و در همه جاده ها کامیاب گردید. برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است بزرگترین آزمون ادبی کشور برای ترغیب دستگیری و نگهداری زبان، ادبیات و فرهنگ ملی می باشد. برگزاری آزمون سطح بلند فروغ صبح دانای کتاب است با مقصد قناعت معنوی و رشد ذهنی جامعه همه ساله برگزار می گردد. با اشتراک در آزمون مذکور چی برداشت معنوی گرفتید؟ بنده سیولیزاده ملیکه هستم. غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون دوم خواندن قصه و روایت های خلقی، اثرهای نثری و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک و همچنین دانشجوی کورس یکم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا میبالم که تحت هدایت های پدرانه پیشوای محبوب و معظم ملت به گلگشت باغستان ادب وارد گشته گلهای معنیهایش را شمیده ام. نسیم فارم این لحظه سخنهای والای ادیب توانا عبدالحمید صمد را به خاطرم چرخ میزناند. ادبیات طبیعت بحر را دارد. برای پاکسازی و از خود به ساحل افکندن غجدی و نجاست گاهی به شور می آید. با پیچ و تاب مقتدرش خود را از افلاسی ها می رهاند. پاک و شفاف می سازد و پس آن چنان آرام و پرجلو می گردد که در قعر سینه‌اش هر سنگ به مانند دور و گوهر بسا زیبا و دلکش می درخشد. در ادبیات این خدمت پاکسازی و صافکاری عمر به دوش شخصیت‌های ارزنده و توانا بوده است. از این لحاظ می سزد ما خوانندگان ضمن مطالعه آثار ادیبان سر به قعر چاه اندیشه فرو بریم، به استعداد و مهارت ادیبان نادر احسن خوانیم و برای زحمت‌های بی‌پایانشان سر تعظیم فرود آریم. بکوشیم تا به قعر چاه ادبیات شنا کنیم و باز هم معنی‌های نوی آن را دریابیم. فیلسوف فرانسوز دن دیدرو میگوید که شخصی که کتاب نمیخواند تفکر را از دست میدهد. برگزاری چنین آزمون‌های سطح بلند به نسل امروزه به جوانان چه منفعت می‌آورد؟ کتاب انگیزه در چلچراغ جان انسان است. فروغ صبح دانایی فروغ تاجیکستان است. در حقیقت کتاب انگیزه در دل هر یک اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی می باشد که ما توانستیم تحت سرپرستی این آزمون به چنین دانشگاه بانفوذ به نام ابوعلی ابن سینا داخل گشته می خواهیم در آینده همچون طبیب حاذق و دانا به خلق و وطن خود صادقانه خدمت نماییم. این آزمون است که هر یک فرد تاجیکستان امروز رو آورده است به کتاب و کتابخوانی و هر یک قشر جامعه کوشش میکند که یکی از اشتراکچیان فعال آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی باشد و من خوشبخت‌ترین تاجیک دختری هستم که غالب چنین آزمونی بانفوذ گشتم. شما از روی کدام نامیناسیون در این آزمون شرکت ورزیدید و طبق نظامنامه آزمونی که از روی آن شرکت نمودید زیاده چند اثرهای بدیعی رو باید شما مطالعه و حفظ میکرده باشید؟ من از روی نامیناسیون ادبیات کلاسیکی اشتراک ورزیدم و زیاده از 150 غزل، 250 رباعی و دو بیتی، 400 بیت قصیده، 400 بیت داستان و این چنین طبق نظامنامه از آثار ادیبان کلاسیک تاجیک کتاب مطالعه نمودم و اگر اجازت باشد این لحظه می خواهم یک غزل دلنوازی از شاعران ادیبان کلاسیک تاجیک قرائت کرده باشم. نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است، لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست، فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. کردم از عقل سؤال که بگو ایمان چیست، عقل بر گوش دلم گفت
که ایمان ادب است. رو پسر پندی پدر گوش بکن هر شب و روز، دولت و ثروت و تاج سری مردان ادب است. شمسی تبریزی بکن ذکر خدای ملکوت، نغمه پردازی این مرغی خوشدلخوان ادب است. خب به اندیشه شما برای تشکل ذهنی انسان کتاب چگونه اندازه‌ای میتواند داشته باشد؟ در حقیقت کتاب میتواند انسان را به یک دنیای دیگر وارد سازد. شخصا من وقتی که یک کتاب را مطالعه میکنم خود را به جای یک قهرمانی همان داستان میگذارم و هر یک کاری مثبتی که در آن قصه رخ میدهد برای خود پند میگیرم و میخواهم یکی از همون قهرمانانی که در آن یعنی کمک میرسانند و یا کارهای نیک را انجام میدهند یکی از آنها باشم و میخواهم که هر یک تاجیک و تاجیکستانی رو آرند به کتاب و کتابخوانی، زیرا برای برای بلند برداشتن سویه دانش هر یک خواننده بخصوص جوانان کتاب میتواند یک راهنما باشد و این راهنما ما را به قله‌های بلند دانش میرساند. برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است واقعا توانست در یک فرصت کوتاه دوستداران کتاب را به هم یارد. اکنون کتابخوانی میان تمام قشرهای جامعه به آموزش سرتاسره تبدیل یافته است. در برنامه جشنی صبح تاجیکستان پیوسته هنرمندان قمرالدین تشریف می آورند و هنرمند نوبتی ما از انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاهین عبداللهیف می باشد. مرحمت، ما شما را به برنامه صبح تاجیکستان خوش آمدید میگویم. روزی شما بخیر شادی باشد. روزی شما و روزی بیننده های این تلویزیون تاجیکستان مبارک باشد. خب سال 2024 برای شما چگونه سال بود؟ چه خاطرات دارید از سال 2024؟ سال 2024 برای من بسیار روزهای خاطرمان زیاد بود، چون که من بسیار سفرهای خارجی کردم، هنری کردم. همه این روزها برای من روزهای خاطرمان است. در سال 2025 خیلی باز میخواهم که اگم نویگری ها، سرودهای نو، سرودهای تر تازه در سال 2025 پیشکشی بینندگان گردانم. حاضر در این برنامه، در این کنسرت من یک سرود اینجا باید صدا کرد که نامی اون سرود دیلکی در من دارم که میخوام پیشکشی بینندگان گردانم. خب تماشاچیان عزیز، این لحظه انامین ارمغانی سبزی هنرمند بسیار هم خوش آواز شاهین جان عبداللهیف را با هم تماشا میکنیم. باز هم برنامه جشنی ما با بهترین صحبت ها و بهترین بخش ها ادامه می‌یابد. مرحمت. درماندم با خیالت بندم، دلکی درماندم با خیالت بندم. زیخم ای رفتن نکاد، زیخم ای رفتن نکاد، کی کنی خرسند آه دلکی درماندم. سنمی دیده درو با دیلم عشقیت جو قدکت خیم چایتر نشکند وفا. دلکی درماندم با خیالت بندم، دلکی درماندم با خیالت بندم. زیخم ای رفتن نکاد،
زیخ می رفته نکات کی کنی خرسند آه دلکی درمند می گشتن نکات زی برم رفتن نکات زی گپت گشتن نکات زی برم رفتن نکات خپا کسی نبفن خپا کسی نبفن دلکم کنده نکات دلکی درماندم با خیالت بندم دلکی درماندم با خیالت بندم زیخ می رفته نکات زیخ می رفته نکات کی کنی خرسندم دلکی درماندم دلکی درماندم آه دلکی درماندم این مور را کجا پیدا شد؟ این مور نشد؟ میبخشید شما در اینجا برای چی جمع شدید؟ بابای مرگن السلام علیکم نغزی سازی تنجی بابی همین تمام این تو بکنه آقای مولانا همین خزنده ها برای بابی گفته یعنی من که شما را دوست می‌دارم عبدالله نگهتم توسی به زفر جان نظر شما نیستن ندارم گوشکات سطحه اپام دا اومان گب نیسته های نه قدم بین بین گوش کنه شما در اینجا برای چی جمع شدین چی که پیدا اینجا ایسا سال خطای مرجان کو هممون سرجم کردی برای تبریک تو آمده میدانم درباره من مردم چی فکر دارن نه یکون فکر بد نیست نیست مرگنده های نه مرگنده زهر داره همه را میگذه همین خیلی بابا مرگن اوه تو بکنه حیوان امرو بابی میگه این خیلی نیسته دوستانی عزیز من موری خیلی مهربان هستم من صنعت رو دوست میدارم من شما هنرپیشگان رو خیلی و خیلی دوست میدارم اینچنین من معجزه‌کار هم هستم تمور جون جا یک سیلا کنم اگر اینقدر نغز باشی ای کسی اینقدر موری نغز انا من موری خیلی مهربان و معجزه‌کار هستم باور نمیکنید نه باور نمیکنید که من معجزه‌کار من نه انا حاضر در پیش نظر شما از موری لختک ببخشید من فراموش کردم گپ بزنم من در تئاتر لختک کار میکنم ای با مونند ما هنرمند بوده است از موری لختک با موری حقیقی بدل بگردم ابدینی شبدینی با من با ما قبول نیوبم
فریده بانو عین حال هنرمندی دوست داشتنی، هنرمندی که واقعا هم سروده هاش البته زیبا هستند. امروز با صدای ناتکرار خود میان مردم شریف تاجیکستان محبوبیت پیدا کرده است. این لحظه پیشواز میگیریم هنرپیشه شایسته تاجیکستان فخردین ملک را. مرحمت، ما این هنرمند بسیار هم عزیز و محبوب را پیشواز میگیریم. سرول سلام عرض میکنیم با شما. روز شما بخیر باشد. تشکر، همچنان روز شما نیز بخیر در این ایام بسیار با صفا، ایام سالی نو تا به ابد روزگاری همه اولاد بشر عالی شود، بزم و خوشحالی شود، بزم و خوشحالی شود. بسیار خوشایند است که امروزها در سرتاسر کشورمان تنین جشنواره های پی در پی مردم شرفمند تاجیکستان را البته با امتیاز و دستاوردهایی که در دست دارند و امروز با یک سرعت کیهانی پیش می روند و این فضا هم برازنده همین دستاورد هاست. خب سال 2024 برای شما چی خاطرات خوب داشت؟ برای من شخصا بهترین سوال، چون که در سال 2024 ما توانستیم سرودهای نو ثبت کنیم. ما بیش از دیگر سالها سفرهای خارج از کشور داشتیم و همزمان در تمامی برنامه‌های فرهنگی سطح دولتی که با اشتراک پیشوای محبوب و معظم ملت بود شرکت داشتیم و این اقبال و طالع بلند در صفحه‌های اعجاز هنری ما یک بسیار صفحه رنگین و درخشان و زرین میتواند که به تاریخ اعجاز ما رقم زند. خب سپاس. سال 2025 رو با کدام دستاوردها پیشواز میگیرید؟ چون شاکر جان تشریف آوردن و سال مار است، باید که نابهنگام ماری افعی میگویند، ماری یعنی پنهان شده میگویند، ماری که در یک مزرعه گویا شما چیزی نمیبینید ولی در آنجا کمین گرفته است. به همین خاطر چون سال مار است بگذار کمینی هنری باشد، کمینی اعجاز باشد، کمینی آمادگی ها باشد، کمینی تمامی دستاوردهایی که ما به این سرعت پیش می رویم در انعکاس تمامی همین زیبایی های تاجیکستان امروزه ما باید که امکان داشته باشیم که همین انعکاس دستاوردها را به مردم پیشنهاد کنیم. زیبایی های طبیعت، پیشرفت دوشنبه شهر، تمام شاخه های علمی و عملی، اقتصادی و اجتماعی، معنوی و فرهنگی به این سطح پیش می رود که واقعا فرد تاجیکستان را لبریز افتخار می کند. من با قلب یار آمدم، با قلب یار یعنی یک ترانه لیریکی و امیدوارم که به مخلصان و بینندگان برنامه‌های خوبی بخش صبح تلویزیون تاجیکستان پسند بیاید و ما امکان داشته باشیم که در نمایندگی از فرهنگ خدمتگزار این ملت و مردم باشیم. خود چون کرد بس اندر قیاسی روی تو، مرد محضه را که دارد میل ها بر سوی تو، باخت آن کس دور گردید از طرایق های تو، برد آن که مست شد از حسن و از روی تو، باخت آن کس که نداند صحبتی بالین تو، برد آن که میل ها دارد به سیر کوی تو، که دیش بدید از دیده جادوی تو، با خان کس گر ندید نازیان سیرین بدن، برد آن که با تو یار است، با خان کس گر ندید آن قامتی دلجوی تو، برد آن که با تو یار است. یک نگاهی پرخمار، برد آن که ره یافت بر مخزنی هل بوی تو، آن قامت دل جوی تو، آن چه
گر ندید آن قامتی دلجوی تو بود آن کی با تو یار است بود آن کی با تو یار است این دیده گناه کرد این دیده گناه کرد و دلم رفت ز دست رفت بای بی نگاه بای بی نگاه بنده بری یار نشستم گفتم که بیا یار گفتم که بیا یار غم از دل بزداید غم دور شد و از ستم یار نرستم غم دور شد و از ستم یار نرستم تسلیم بای محبوب هستم گفتا که نهانی گفتا که نهانی بغمی ایش نباشم من شفته یار من شفته یار بله بودم و هستم بله بودم و هستم این دیده گناه کرد این دیده گناه